در این ویدیو می‌خوایم راجع به نکاتی صحبت کنیم که فروش ما رو در اینستاگرام افزایش میده. فرقی هم نمی‌کنه که ما خدمات ارائه میدیم یا محصول می‌فروشیم. خب بریم شروع کنیم ویدیو امروز. نکته اول، ما باید در پیشنهادمون شفافیت داشته باشیم. وقتی می‌خوایم محصول یا خدمات خودمون رو معرفی کنیم، باید به وضوح بگیم چه چیزی ارائه میدیم. این شفافیت به ما کمک می‌کنه تا مشتریان بیشتر به ما اعتماد کنن و راحت‌تر خرید کنن. خب چرا شفافیت مهمه؟ یک اعتماد سازی. مخاطب باید دقیقاً بدون شما چه چیزی می‌فروشید یا چه خدماتی ارائه میدید. اگر اطلاعات واضح نباشه، احتمالی که مشتری بخواد با شما ارتباط برقرار کنه یا خرید کنه کمتر میشه. دو، افزایش فروش. وقتی مشتری دقیقاً بدون از شما چه انتظاراتی باید داشته باشه، تصمیم گیری برای خرید برای او راحت‌تر میشه. سه، پیام یک پارچه. برای اینکه برند شما شناخته‌تر بشه، باید در تمام جاهایی که مخاطب با شما مواجه میشه مثل بایو، هایلایت‌ها، پست‌ها و کپشن‌ها پیام یکسانی میدیم. خب چطور شفافیت ایجاد کنیم؟ یک، بایو. در بایو خیلی مختصر و واضح بگیم که چه کاری انجام میدیم. مثلا اگر شما خدمات آرایش و گیریم عروس ارائه میدین، میتونید بنویسید ما متخصص در آرایش و گیریم عروس هستیم، شما رو به زیباترین نسختون در روز عروسیتون تبدیل می‌کنیم. دو، هایلایت‌ها. در هایلایت‌ها میتونید هر محصول یا خدمات خود را به طور جداگانه معرفی کنید تا مخاطب به راحتی بتونه اطلاعات لازم رو پیدا کنه. سه، پست‌ها و کپشن‌ها. در پست‌ها هر محصول یا خدماتی که ارائه میدید رو دقیقاً معرفی کنید. در کپشن‌ها از زبان ساده و روشن استفاده کنید تا مخاطب دقیقاً بفهمه که با چه چیزی روبروه. خب بریم سراغ نکته دوم. درخواست برای انجام کار یا کال تو اکشن. در دیجیتال مارکتینگ هر پست یا پیامی که میدید باید یک دعوت واضح و جذاب برای انجام کاری مثل کلیک کردن، ثبت نام کردن یا خرید کردن داشته باشه. چرا درخواست کردن یا کال تو اکشن مهمه؟ یک، راهنمایی مخاطب. درخواست عملی انجام دادن یا CTA دقیقاً مشخص میکنه که مخاطب باید چه کاری انجام بده. دو، افزایش تعاملات. درخواست کاری انجام دادن باعث میشه مردم بیشتر درگیر بشن و کارهایی مثل کلیک کردن، خرید یا ثبت نام رو انجام بدن. سه، بیشتر شدن فروش. با درخواست‌های واضح و ساده شانس بیشتری داریم که بازدیدکننده رو مشتری تبدیل کنیم. خب چطور این کار انجام بدیم؟ یک، کلیک کردن روی لینک. در کپشن ها میتونیم بنویسیم برای اطلاعات بیشتر روی لینک بزنید یا همین حالا خرید کنید و تخفیف ویژه بگیرید. دو، ثبت نام. عباراتی مثل برای دریافت اخبار و تخفیف‌های ویژه، همین حالا در خبرنامه ما ثبت نام کنید هم میتونه خوب باشه. سه، خرید. برای تقریب خرید میتونید بگید با کلیک کردن روی دکمه خرید محصولی که می‌خواید رو به راحتی سفارش بدید. بریم سراغ نکته سوم، بین‌سازی دایرکت ها. دایرکت هایی که از بهترین ابزارهای ارتباطی در اینستاگرام هستند که به شما کمک می‌کنند تا ارتباط شخصی تری با مشتریان خودتون داشته باشید و با آنها بهتر ارتباط برقرار کنید. چرا دایرکت مهمه؟ یک، ارتباط شخصی تر. دایرکت ها امکان رو میدن که به طور مستقیم با کاربران صحبت کنید که باعث ایجاد اعتماد بیشتر میشه. دو، پاسخ سریع. میتونید به سرعت به سوالات یا نیازهای فوری کاربران پاسخ بدید. سه، فرصت فروش بیشتر. دایرکت ها فرصت مناسبی هستند برای یادآوری تخفیف‌ها، پیشنهادات ویژه یا دعوت بخرید. خب چطور این کار انجام بدید؟ یک، پاسخ به سوالات متداول. اگر کاربران سوالات مشابهی میپرسند، میتونید از دایرکت ها برای پاسخ‌دهی سریع استفاده کنید. دو، ارسال پیام‌های شخصی. برای جذب مشتریان اعتمادی پیام‌های شخصی ارسال کنید و آنها را از تخفیف‌ها یا پیشنهاد ویژه باخبر کنید. سه، استفاده از اتوماسیون. برای مدت بهتر دایرکت ها میتونید از ابزارهای اتوماسیون استفاده کنید تا به صورت رایج به صورت فوری و خودکار پاسخ بدید. بریم سراغ نکته چهارم، ایجاد محتوای فروش محور. محتوای شما باید با توجه به مراحل مختلف سفر مشتری یا کاستومر جرنی طراحی بشه. سفر مشتری از زمانی که فرد از شما آگاه میشه شروع میشه به خرید و حتی وفاداری برند شما هم میرسه. محتوای فروش محور باید به گونه‌ای باشه که در هر مرحله مخاطب کمک کنه به مرحله بعدی بره. چرا محتوای فروش محور مهم؟ دلیل اول، هدایت کردن به خرید. با ایجاد محتوای مناسب برای هر مرحله از سفر مشتری یا کاستومر جرنی میتونید نیازهای مخاطب را شناسایی کنید و اونها رو سمت خرید هدایت کنید. دو، بیشتر شدن فروش. محتوای هدفمند و جذاب باعث میشه مخاطب بیشتر درگیر بشه و احتمال خرید بالا بره. خب چطور این کار انجام میدیم؟ یک، آگاهی. پست‌های آموزشی جذاب که نیاز به محصولات یا خدمات شما رو مخاطب نشون بده. دو، مقایسه و بررسی. محتوای مقایسه‌ای که به کاربران کمک می‌کنه تا محصولات یا خدمات شما رو با دیگر گزینه‌ها مقایسه کنند و تصمیم بگیرن. سه، تبلیغات و دعوت به خرید. پست‌های تبلیغاتی که به طور مستقیم کاربران را به خرید یا اقدام دعوت می‌کنند. خب بریم سراغ نکته پنجم، فروش با خود اینستاگرام. یکی از ویژگی‌های اینستاگرام فروشگاه اینستاگرامه که به شما این امکان رو میده محصولات خودتون رو به راحتی در پست‌ها و استوری نمایش بدید. این ویژگی خرید رو برای مشتریان راحت‌تر و سریع‌تر می‌کنه. حالا چرا فروش در خود اینستاگرام مهمه؟ یک، راحتی بیشتر در خرید. مشتریان میتونن بدون اینکه اینستاگرام رو ترک کنن مستقیما از پست‌ها محصولات شما رو بخرن. دو، کمک به تصمیم گیری سریع‌تر. وقتی محصول به راحتی در اینستاگرام و پست‌ها قابل خریدن باشه مشتریان سریع‌تر تصمیم خرید میگیرن. سه، افزایش تعامل و فروش. با فروشگاه اینستاگرام میتونید به راحتی محصولات خودتون رو به مخاطب معرفی کنید و اونها رو به سمت خرید کردن هدایت کنید. خب چطوری حالا این کار انجام میدیم؟ یک، تگ کردن محصولات در پست‌ها. از قابلیت فروشگاه اینستاگرام برای تگ کردن محصولات روی تصاویر و ویدیوها استفاده کنید تا مخاطبانتون راحت‌تر خرید کنند. دو، پست‌های ویژه فروش. از پست‌هایی که تخفیف‌ها یا پیشنهادات ویژه دارن استفاده کنید تا کاربران بیشتر به خرید ترغیب بشن. خب مشوره‌ای که در مورد صحبت کردیم به شما کمک می‌کنه که در اینستاگرام فروش بیشتری رو تجربه کنید. اگه می‌خواید راجع به افزایش فروش چطوری سایت چطوری اینستاگرام چیزای بیشتری بدونید پیجمون داشته باشید. در ویدیوی بعدی می‌بینمتون.